بازی‌ها فصل دوم. آقا براتون یه مهمون آوردم بمب. کسی که آهنگاش، حرفاش و حتی شخصیتش همیشه پیام خاص داره. یاسر عزیزم خوش اومدی. چاکرم علی جان، باعث افتخاره که اینجا. دمت گرم بابت دعوتت. خب داداش، ما یه سورپرایز خاص هم برات داریم. تیم گرافیکیمون انیمالن یه انیمیشن ویژه از مسیر زندگیت ساختن. پایه بریم انیمیشن یاس رو ببینیم با هم. آقا دمتون گرم، جا خوردم، ولی آره چرا که نه، بریم ببینیم چیه داستان. تو بهار سال 61 در شهر سرسبز تالش پسری به دنیا اومد که اسمش رو یاسر گذاشتن. البته آقا یاسر قصه ما بیشتر دوران کودکیش رو در تهران و محله‌های ناصر خسرو، اکباتان و شمشیری سپری کرد. یاسر در نوجوانی به کشتی علاقه‌مند میشه و مدتی هم به صورت جدی این ورزش رو دنبال میکنه، اما به مرور کنارش میذاره چون احساس میکنه اون چیزی که واقعا میخواد نیست. پدرش یعنی آقای بختیاری یه تاجر موفق و البته قهرمان و حامی همیشگی یاسره. یکی از دلایلش هم کادویی بود که از آلمان براش آورد، یعنی آلبوم توپاک. این آلبوم دریچه‌ای بود برای ورود یاسر به دنیای موسیقی رپ و هیپ هاپ، اما مسیر آسون نبود، پر از فراز و نشیب که یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین هاش هم در 18 سالگیش اتفاق افتاد، روزی که اون پدرش و تکیه گاهش رو از دست داد. اما با این وجود شخصیت جنگجوی یاسر بهش اجازه تسلیم شدن رو نداد و اون عزمش رو جزم کرد تا با پیشرفتش به پدرش ادای احترام کنه. یاسر بچه بزرگ خانواده بود و حالا مسئولیت‌های زیادی رو روی دوشش حس می‌کرد که اونم خیلی سریع برای تأمین و کمک به خانواده دست به کار شد و شبا با پیکانش مسافر کشی می‌کرد و روزا هم در شرکت عموش سخت تلاش می‌کرد و به خاطر کار حتی مجبور شد قید تحصیل و دانشگاه رو هم بزنه. اما عشق دیرینه و بزرگش رو هم فراموش نکرده بود. در دل تمام سختی‌ها و خستگی‌ها رویای رپ و خوانندگی اون نور امیدی بود که بهش انگیزه ادامه دادن میداد. هر زمان خالی که گیر می آورد با دوستش که آهنگساز بود تمرین میکردن و روی ترانه ها کار میکردن. اون برای فعالیت هنریش لقب یاس رو در نظر گرفت که یه جورایی مخفف همون یاسر بود. در سال 82 وقتی زمین لرزه بمجون هزاران نفر رو گرفت، یاس نمیتونست فقط یه تماشاگر باشه. خیلی زود دست به کار شد و اولین ترک جدیش رو برای اون فاجعه نوشت و منتشر کرد که با استقبال خوبی هم مواجه شد، اما شهرت و موفقیت اصلیش رو با ترک سیدی رو بشکن که در حمایت از زهرا امیر ابراهیمی منتشر کرده بود به دست آورد. ترکی که اسم یاس رو به عنوان یک رپر اجتماعی سر زبون ها انداخت. عشق یاس به وطنش هم مثال زدنیه. بعد از انتشار فیلم 300 که به تاریخ ایران و ایرانی توهین کرده بود، یاسر دست به کار شد و ترک هویت من رو منتشر کرد و به نوعی به سبک خودش اعتراضش رو به این اهانت نشون داد. در اوج موفقیت مدتی هم یاسر سعی کرد برای ترکاش مجوز بگیره که بتونه به صورت رسمی کاراشو منتشر کنه و توی ایران کنسرت برگزار کنه، اما در نهایت نتونست خودش رو قانع کنه که سانسور شعرها و حرفاش رو بپذیره و ترجیح داد فعالیتش زیرزمینی باقی بمونه، اما همه کارهاش رو آزاد و بدون سانسور اونطوری که خودش دوست داره منتشر کنه. یاسر با قدرت در دل سختی‌ها و مشکلاتی که پیش روش بودن ادامه داد، حتی به آمریکا رفت و به عنوان نماینده رپ فارس چندین کنسرت برگزار کرد و حتی با بزرگان هیپ هاپ مثل تک 9 همکاری کرد و نشون داد که رپ فارسی هم میتونه روی استیج های جهانی شنیده بشه. در تمام این سالها تفاوت بزرگ یاس با خیلی از رپرهای دیگه در این بوده که مضمون شعرهاش دردهای مردمش بودن: فقر، جنگ، اعتیاد و ترویج میهن پرستی، و اینکه اون همیشه تمام سعیش رو کرده از ادبیات اصیل فارسی بدون به کار بردن الفاظ رکیک استفاده کنه. به نوعی یاس شخصیتی که رپ فارسی رو وارد خانواده ها کرده. همین موضوعی که اون رو تبدیل به هنرمند محبوب مردمی کرده. شخصیتی انسان دوست که از هر فرصتی هم برای کمک به خیریه ها و انسان های نیازمند استفاده میکنه و اثبات کرده که فقط یه صدا نیست و در عمل هم دست هر کسی که در توانش هستش رو میگیره. در بهار سال 1401 یاس با انتشار ترک سیاسی اعتراضی 12 دقیقه‌ایش بیم یه بار دیگه اثبات کرد که کموکان یکی از بهترین های رپ فارسیه. این داستان فقط یه رپر موفق نبود، نه، این داستان شخصیتیه که با قدرت کلماتش قلب میلیون ها نفر رو لمس کرده. داستان کسی که نه برای شهرت بلکه همیشه برای حقیقت جنگیده. این داستان یاسر بختیاری، یاس بود.
و به عنوان سوال آخر، حالا با این همه راهی که اومدی، یاس امروز چی میخواد؟ فقط یه چیز، این که صدای آدمایی باشن که صداشون به جایی نمیرسه.